پارلمان تاجیکستان در این هفته با وارد کردن تغییرات به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری، جزا برای عذاب و عقوبت و شکنجه حیوانات و پرندگان و برای ترغیب چنین مناسبت بیرحمانه شدیدتر کرد. از این به بعد برای چنین مناسبت بیرحمانه شهروندان می توانند به مبلغ از 180 سومانی تا 600 سومانی جریمه ببندند. عضو کمیته مجلس نمایندگان اوید به قانونگذاری و حقوق انسان بهرالدین ضیا گفت از جمله بر اساس قسم یکم ماده 277 برای چنین کردار جوابگری مأموری در نمود جریمه به اندازه از 3 تا 5 نشان دهنده برای حسابها از 180 تا 300 سومانی پیش بینی کرده می شود. همین طور افزود ضیا طبق قسم دوم ماده 277 برای کردارهای بیرحمانه نسبت به حیوانات و پرنده ها که اگر آنها از حیثیت افباشی با بیرحمی مخصوص، سادیسم با مقصد غرضناک و دیگر نیت ناپاک، پست و به طور عمومی یا با استفاده واسطه‌های اخبار عامه یا شبکه‌های اینترنت که باعث معیوب یا هلاکت آنها گردیدن و یا در حضور شخصان برعلا خردسال صادر شده باشند، جزای جریمه‌ای به اندازه از 5 تا 10 نشان دهنده برای حسابها از 300 تا 600 سومانی تعیین می شود. او از آن اظهار نگرانی کرد که با وجود در کودکس عمل کننده موجود بودن جوابگری مأموری برای مناسبت بیرحمانه نسبت به حیوانات در عملیه چنین کردارها صادر گردیده آنها به عاقبت حقوقی و جزا باقی میمانند. هنگام بررسی لایحه غیرت عزیززاده رئیس سابق نویه مشچا سوال داد که هر سال در فصل بهار در نویه مشچا سیل پرندگان موسمی از جمله ترنه و لکلک‌ها در انشاءات برق و آب تامین کنی مسکون شده به فعالیت نسازهای آبکش خلل می‌رسانند. بعضاً برای کمک از خدمت شکارچی‌ها استفاده می‌شود. بعد از وارد نمودن تغییرات به کودکس آیا در مورد ذکر شده نیز جریمه پیش بینی شده است؟ در پاسخ به او رئیس مجلس نمایندگان محمد طاهر ذاکرزاده گفت در حدود فرودگاه، سیمچوب خطهای بلند شدت برق و غیره با در نظر داشت تأمین بیخطری خللدار نکردن فعالیت آنها حالت استثنایی ترس دادن و راندن پرنده ها جای دارد. رستم شامراد یکی از مؤلفان تشبث شدیدتر کردن جزا برای مناسبت بیرحمانه با حیوانات و پرندگان گفت تغییرات وارد به کودکس جزا تنها برای کردارهای غرضناک و یا از حیثیت افباشی صادر شده را در نظر دارد.